من بارها قبلا هم گفتم رهبری نمیتونه در تصمیم گیری های موردی دستگاه‌های گوناگون دولتی هی وارد بشه، هی بگه آقا این باشه این نباشه. این نمیشه. این نه قانون این اجازه رو میده، نه منطق این اجازه رو میده. دستگاه‌ها مسئولینی دارن. اگر چنانچه یه مسئولی در یه موردی اشتباهی داره، غلطی انجام میده، خب باید مجلس استیضاح کنه. وظیفه مجلسه. اینجوری نیستش که حالا این همه دستگاه‌های اجرایی هستن، هر کدوم هم دارن یه تصمیم میگیرن، تصمیم‌های گوناگون. رهبری نگاه کنه ببینه کدوم درسته کدوم غلطه، بگه آقا این درسته این غلطه. اینجوری نمیشه. این هم خلاف قانونه، هم ناممکنه، هم نامعقوله. وظیفه رهبری اونجایی است که احساس کنه یک حرکتی دارد انجام میگیرد که این حرکت مسیر نظام رو داره منحرف میکنه. اینجا وظیفه رهبری است که بیاد تو میدان به هر شکلی که ممکنه بایسته و نگذاره.